با زیبایی هست. رستوران کفتریا را همچنان در تصویر مشاهده میکنین. از جمله رستوران های مدرن و لوکس شهر کابل است کفتریا. موترها خلاص شوند میتونم سرک بگذاریم. اینم از گلسازی ها و گل فروشی های کارتیسی و چاره پلاسور خاله بیشتر. سلام عزیزان دل، انشاءالله که سرفند باشید و زندگیتون به خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، من در کارت 4 شهر کابل هستم. البته میریم به طرف کارت 3 و 4 راهی گل سرخ شهر کابل. اگر در ادامه ویدیو همراه ما همراه باشین. ویدیوی جالب و زیبایی هست. رستوران کفتریا را همچنان در تصویر مشاهده میکنین. از جمله رستوران های مدرن و لوکس شهر کابل است کفتریا هم. بریم دوستان عزیز ببینیم چی هست و چی نیست. و نایسلند هم بازسازیش خلاص شده. یک چند وقت بازسازی داشت دفعه قبل کامدیم. والون بازسازیش خلاص شده. این لباس های زنانه دوستان عزیز خیلی بخش. دوستان عزیز کارت 4 من فکر میکنم میگانه چیزی که کم است. یک تالار عروسی زیبا و مقبول است که واقعا کمبودش هست. میشه تالار عروسی هست مثل این ماریوت، مثل ستایش و اینا، اما اینا کوچک هستن، مقدر زیبا و خوبش نیستن دیگه. زیادتر تالارهای اقتصادی است. یک تالار بزرگ زیبا هم که مثل ستاره شهر یا اورانوس یا ستاره ها از اونام که جور شود دیگه بازی من اینجا دیگه بیتی عالی هست، عالی تر میشه. طرف هم آپارتمان بزرگ زیبای دیگه رو میبینید دوستان عزیز که البته اینی ساخت سازه که داره. اینی ساخت از رستوران ضیافت شهر کابل است که یک شعبه دیگه در اینجا باز میکنن. شعبه جدید ضیافت. اینشا نمیفهم دوستان از البته این طرف نی این ساخت سازه نمیگم بتانه این پهلویش میگم چون که روز قبل لوحیش همیشه دیده بودیم. اینی رستوران ضیافت از دوستان عزیز در حال جور شدن است دیگه. بالاش منطقه مسکونی است تا داخل کاور و پایینش اینی رستوران ضیافت. این سرک هم سرک تکنیک کارت 4 از دوستان عزیز که مربوط به ناحیه 3 شهر کابل میشه. این نتیجه دیگه فکر کنم اون طرف یا یک کوچه دیگه اون طرف تر باز کارت 3 شهر کابل میشه. بریم اون طرف که اون طرف گل فروشی هم هست. گل فروشی ها هم براتون نشان بتون دوستان عزیز. موترها خلاص شوند میتونم سرک بگذاریم.
زیادتر جاها در حال ساخت و ساز است دوستان. یعنی این طرف ساختمان دیگه کلش در حال ساخته ساز هست. سنگار فرودگاه یا چی هست در این بخش؟ لوحه‌اش خوب از اون دور بچشم میخوره که نوشته است سنگار داده فرودگاه لباس زنانه هست و حجاب هست البته. این اپارتمان هم گفتمتان بیشتر در حال ساخت و ساز است. این زیبا و مقبول دیگه ساخته بشه. این گل فروشی ها ما قدر دور شد هیچ نمیاین. دوستان از هاوس آف جیم هست، پهلوش هم یک هتل روسی هست. گفتم هتل‌های روسی اینجا کوچک و هستن و اقتصادی از بزرگان نیستن دوستان. تاج کابل است فکر کنم اسمش. اصلا روسی تاج کابل. تصمیم گفتم یه اقدر بزرگ نیستن دوستان. اینا نمیفهم چرا قلپ از دوستان نیست. ساعت تقریبا دیگه 10:30 صبح است. باید باز باشن دیگه 10:30 صبح. 9:30 بجه دیگه تقریبا نیم روز میشه دوستان. اینجا معمولا بازارایشان بعد از چاشت است. صبح و قدر جمع و جوش نداره. این طرف اون طرف بند کردن دوستان عزیز وقتا سال مجبورن دیگه سرک بریم. گلسازی ها دوستان عزیز از اینجا شروع میشه. اینم از گلسازی ها و گل فروشی های کارتیستی و چاره پلاسور حالا بیشتر بریم. خوب دوستان عزیز این هم ویدیو از کارت 4 کارت 3 و چهارراهی گل سرخ شهر کابل. امیدوارم که از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشید. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همتون والله متعال پاک و بی‌نیاز سپارم. روزگار خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و امیدوار همتون. Thank you.